مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. این روزها پرونده بکن و لواط از این چیزای مسئولین استان گیلان در صدر اخبار قرار گرفته. به حال آب و هوا اونجا توپ و اینها هم یه مقداری گرایشاتشون توپ و فیلماشون هم یکی پس از دیگری هر روز بیرون. امروز هم یه خبری بیرون اومده که گویا پرونده تجاوز این چهره آیه ابوذر روحی، خواننده میتونیم بگیم، مددای همچین چیزی که اون آهنگ یا همون مددایی یا به اصطلاح ملودی، من نمیدونم اسمش چی بذارم، سلام فرمانده رو خونده بود و کلا حامله کرده بودن یه مملکت رو و دانش آموزای کل مدارس ایران رو مجبور کرده بودن که آهنگ سلام فرمانده نمیدونم این صحبت ها رو بخونن. حالا خبرش رسیده که پرونده تجاوز ایشون به 3 نوجوان بسیجی دوباره به اجرا در اومده. حالا چرا اینقدر قفلی زدن روی این گیلانیا، خصوصا این افراد مذهبی، خودش سوال داره. البته این خبرهایی که میاد بیرون، نمیدونم اینو کردن لواطه این اومد بیرون فلان چیز اون اومد بیرون، این از به قول خودشون رسانه‌های بیگانه بیرون نمیاد، این توسط رسانه‌های داخل منتشر میشه. به هر حال من که توی محل کارهای اداری اینا که نبودم، خودشون اونجا دوربین کار گذاشتن و قطعا شما شک نکنید که خود این دستگاه اطلاعاتی و امنیتی هستن که این فیلم ها رو اول توسط کانال های تلگرامی منتشر میکنن، به خاطر اینکه کانال های تلگرامی یه مقدار رصد مدیرانشون سخت داره و حالا وبسایت اگر باشه یا یک پلتفرم مثل یوتیوب و جای دیگه باشه، به هر حال میشه یه طریقی رسید به ادمین‌هاش، اما کانال های تلگرامی این موضوع سخت تره. اما ماجرای این پرونده تجاوز ابوذر روحی که قبلا هم یه ویدیو راجبش ساخته بودیم، در دادگاه لنگرود این پروندهش توی جریان بود، یه مدتی با فشار یه سری افراد این قضیه ماسمالی شده بود و حالا توضیح هم میدم که داستان از چه قرار بود. اما حالا گویا در طول این چند روز گذشته که ماجرای لواط آقای رضا ثقتی که حالا اینجا جالب استوریش هم میبینید، این استوری هم اومده بیرون، باعث شد که این موضوع ابوذر روحی هم حسابی وایرال بشه. یه عکسی از استوری آقای رضا ثقتی میبینید که ایشون نوشته بوده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استوریش احتمال خیلی وقت پیش بوده، گفته که قبل از دیدار وزیر محترم با عوامل سرود ملی سلام فرمانده 24 خرداد 1400 یه مچ برابچ رو اینجا میبینید که 3 تا از این 2 تا فیلماشون یا پرونده های تجاوزشون لو رفته و ماشاءالله گفتن دیگه آب و هوا توی شمال کشور خوب و اینها هم گرایشاتشون توپ. اما ماجرای این خواننده سلام فرمانده های ابوذر روحی هم از این قرار هستش که 3 تا نوجوان، حالا این اسامی که اعلام کردن حالا تو خود سایت داخل، من زیاد به این اسامی نمیتونم اتکا بکنم و زیاد موثق نیست این اسامی، به خاطر اینکه یه جا اسم یکیشون رو هادی عنوان کرده، یک جا اسم یکیشون رو عباس ره و محمد جه و جالبه یه جای دیگه اومده گفته عباس ره و محمد جه هستن، این سید امیرعلی ره هم هست. حالا بین علمای اونجا اختلاف هست که اون کسی که حالا مورد تجاوز قرار گرفته یکی یا هادی بوده یا سید امیرعلی. حالا این اسامیش زیاد مهم نیست، مهم اون نفس کار است که اتفاق افتاده که گویا این 3 نوجوان توی پایگاه بسیج مقاومت انصار ولایت لنگرود بودن که گفتن که این آقای ابوذر روحی اینها رو مورد تجاوز یا دستمالی یا یه همچین چیزی قرار داده و بعد از اون هم که اینها رفته بودن شکایت کرده بودن، حتی 1 نفر از این افراد حالا گویا دخول یا یه همچین چیزی هم
اتفاق افتاده بوده 3 روز در بیمارستان بستری بوده. یعنی لامصب، یعنی مگه اسبی اینجوری میزنی؟ یعنی داری آرومتر. بعد گرایش به جنس موافق در شمایی که میگید این قضیه حرام است و اعدام است و اینا، ببین یارو چقدر حشرش زده بود و وحشی، یعنی یه جوری زده بود یارو 3 روز بیمارستان بوده. بعد از اون هم این 3 نفر اومده بودن گفته بودن که خیلی از افراد دیگه‌ای که توی درود سلام فرمانده بودن اینجا میاد دستی به سر روشون گویا کشیده و یه دستمالی کرده. یعنی یه توسی مانندی در درون این افراد وجود داره که بعد از اون یه عده‌شون تحت فشار قرار گرفتن. اون افرادی که میخواستن از ابوذر روحی شکایت بکنن، این آقای مدا، یه عکس دیگه‌ش هم میتونیم داشته باشیم که تحت شکایت قرار گرفت بودن، گفت بودن تحت فشار قرار گرفت بودن که شکایتشون رو پس بدن. گفت بودن که اگه این کارو نکنید نمیتونید برید تو دادگاه اثبات بکنید، بعدش به جرم تهمت و افترا ممکنه شلاقتون بزنن بندازنتون زندان. به هر حال اینا یه عده‌شون وصلن تو سیستم دیگه. یه ده از این آدمایی که در نقش مداحن، اصلا به 4 تا آدم اطلاعاتی، به 4 تا آدم سپاهی آشنا و این ور و اون ور و بالا و پایین و چپ و راست، و این آشناها باعث میشن که اینا بتونن کارشون رو ببرن جلو و اون آشنا هم باعث میشه که یه مقدار پرونده اینا رو حالش رو بهتر بکنن و مثلا ماسمالی بکنن. خلاص اونا رو ترسونده بودن و یه عده‌شون که از طریق فرمانده اون پایگاه مقاومت بسیج انصارات لنگرود تحت فشار بودن شکایتشون رو پس گرفتن. یه عده دیگه شون هم بهشون گفته بودن که آره به شما حالا این قضیه رو ماسمالی بکنید و نمیدونم این قضیه رو بدید بره، اصطلاحاً خاکش بکنید، ما به شما مقام میدیم، جایگاه میدیم، میکنیمت مثلا فرمانده نمیدونم فلان ایست بازرسی فلان جا و فلان کار. حالا تو اینجا یه کونی هم دادی رفته دیگه، به حال در راه اشغال بین افراد بوده، ما از اون طرف بهت یه حالی میدیم و یه سمتی بهت میدیم. به خاطر همین یه سری از این آدم هایی که شما تو خیابون ها میبینید که با ناموس شما یه رفتارهای وحشیانه ای میکنن و یه برخورد دیگه دارن. اولا فکر کنم یه مقدار مشکل گرایش جنسی دارن، یعنی به موافق گرایش دارن نه به مخالف، و اون جنس مخالف و یه رفتار وحشیانه نسبت بهش انجام میدن. یکی از دلایل میتونه این باشه. یکی از دلایل دیگه به حال اتفاقاتی که توی اون پایگاه و جای دیگه براشون رقم میخوره و تجاوزات و اینا به حال روی روح و روانشون تاثیر میذاره و اینها رو یه آدم‌های عقده‌ای و وحشی بار میاره. به خاطر همین هستش که یه همچین اتفاقاتی میفته. حالا برای ابوذر روحی هم حالا ان شاءالله خدا آخر وقتش بخیر بکنه دیگه، این اتفاق افتاده و این پروندهش رو هم ماسمالی کرده بودن. ولی این ماجرای استان گیلان این مقداری به نظر من عجیب و غریب شده دیگه. این همه این اتفاقات و فیلم ها و اخبار و اسناد و مدارک و فیلم ها یهو از استان گیلان میاد بیرون، گویا یه هارد از استان گیلان لو رفته در مثلا قسمت بکنی ها و از اون سمت حالا بقیه استان ها هنوز گویا اون هاردا و تصاویرشون بیرون نیامده. فعلا از استان گیلان شروع کردن بشوره ببره بیان تا استان های دیگه و بعد ببینیم که تهش چه اتفاقی میفته. اما لطفاً دمتونم گرم، حتما این ویدیوها رو به اشتراک بذارید برای دوستان خودتون. آدم ها با چهره‌های واقعی این آدم های حشری عصبی شلزیب بیشتر آشنا بشن. یه عده‌ام از من سوال پرسیدن که چرا الان داره این فیلم ها منتشر میشه. حالا بعداً سر فرصت میگم که چه دلایلی میتونه وجود داشته باشه که یهو الان همه این فیلم ها وایرال میشه. و در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. حتما کانال پشت پرده رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، برای دوستان خودتون ویدیوها رو تا میتونید به اشتراک بذارید که چهره واقعی این افراد رو بیشتر بشناسن. دم شما گرم و مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.